تموم شده. یکم تحمل کن. اول مامانو میبینیم بعد میریم یکی میخریم. میتونیم مادرمونو ببینیم؟ الان نمیشه. خب حالا چی میشه؟ ما باید چی کار کنیم؟ مادرتون اعتراف کرده، پروندهش میره دادگستری. یعنی چی؟ دیگه نمیتونیم ببینیمش؟ اگه یه وکیل خوب بگیرید شاید بتونه آزاد بشه. باشه. این وکیلای خوب چقدر پول میگیرن؟ چی بگم؟ 40-50 هزار تا کمتر نمیگیرن. عزیزم، خوش اومدی عزیزم. باید حرف بزنیم قهرمان. مامان خوبی؟ مامان عزیزی دلم حالت خوبه؟ خوبم الیف. به اون شماره‌ای که بهت دادم زنگ بزن. اونا از آشناهای قدیمیمون هستن، بهتون کمک میکنم. من آزادت میکنم، نجاتت میدم، قول میدم آزاد بشی. خیلی مراقب هم دیگه باشی. نازلی بسه مامان آزاد میکنی، نجاتش میدیم، آبجی جون آزادش میکنی، بهت قول میدم. نازلی حالت خوبه؟ نازلی آبجی جون نازلی کمک کنی آمبولانس خبر کنی، خواهرم داره میمیره، کمک کنی. تو فکر میکنی برای من آسونه؟ این چیزی نیست که هیچ زنی بتونه تحمل کنه. خب چی کار کنم؟ از بیمارستان بچه بدزدم؟ من همه چی رو به جون خریدم فقط واسه اینکه یه بچه داشته باشیم. نمیتونم دافنه. من به خاطر تو نتونستم مادر بشم قهرمان. اگه اون شب اتفاق نمی افتاد الان راجع به این چیزا صحبت نمی کردیم. تا امروز هیچی نگفتم، اما اون شب میشه لطفا ماشینمو بیاریم؟ احمق. دافنه وایسا، دافنه، گفتم وایسا. چطوری این کارو با من کردی قهرمان؟ چطور تونستی؟ دیگه چیه؟ چی کارم داری؟ دافنه ببین چی میگم، من با اون دختر رابطه ای ندارم. چیزی نگو قهرمان، خودم همه چیو دیدم. تو چیو دیدی؟ دافنه خواهش میکنم سرعتتو کم کن. به تو چه؟ به تو ربطی نداره. دافنه آرومتر، دافنه.
حالش چطوره آقای دکتر؟ دافنه خانم خوبن، اما نتونستیم بچه رو نجات بدیم. بچه؟ دافنه خانم باردار بودن، متاسفانه شکم و رحمشون آسیب جدی دیده. خیلی متاسفم. اون شب من زن بودنم و از دست دادم، اونم سر هیچی. هرگز اون شبا فراموش نمی کنم. هیچ وقتم خودمو به خاطر اتفاقی که برات افتاد نمی بخشم. باید یه بچه به من بدی قهرمان. ما با وجود اون بچه یه خانواده خوشبختی میشیم. اگه بگی نه من میرم، منو از دست میدی. اگه میخوای زندگیمون به خوبی و خوشی ادامه پیدا کنه باید این کارو بکنی. شما چه نسبتی با بیمار دارین؟ من خواهرشم. میتونیم یکم با هم صحبت کنیم؟ البته زود برمیگردم. بفرمایید آقای دکتر. خانم محترم، خواهرتون بیماری شدید قلبی دارن. قلبی؟ این کار اشتباه شده آقای دکتر. نازلی آسم داره. آسم فقط یکی از علائم وجود این بیماری محسوب میشه. ما همه آزمایشاتو انجام دادیم. متاسفم. باید بگم خواهرتون گرفتگی دریچه قلب دارن. آخه چطور ممکنه؟ نازلی خیلی سنش کمه. این به سن اصلا ربطی نداره. بیماریش مادرزادیه و متاسفانه خیلی جدی. دوایی نداره؟ یه راه داره که اونم جراحیه. خیلی متاسفم خانم. من چی کار کنم؟ دیگه نایه سر پا وایستادن ندارم. مامانم تو زندانی، نازلی مریضه. چرا این بلاها سر ما میاد؟ چرا خدا جون چرا؟ یعنی یه معجزه نیست؟ یعنی یه معجزه نیست؟ یه معجزه. آبجی دکتر بهت چی گفت؟ اتفاق بدی که نیفتاده نه؟ دکتر گفت که تو الکی خودتو زدی به مریضی. خیلی هم حالت خوبه. ولی آسمم شدیدتر شده نه؟ امروز حالم خیلی بد شد. دیگه تموم شد. آره یکم شدیدتر شده، اما داروهای جدید داد، اونا رو گرفتم. خیلی بهتر میشی. نمیذارم هیچ بلایی سرت بیاد.
بلش کن، کاریش نداشته باش. میکشمت. دخترمو میکشمت دختر. جلو نیا، بار کنار. جلو نیای. چرا؟ بابا کلافه‌ای. اگه بگم نیستم دروغ گفتم. تو دروغ نمیگی. یه پدر ناراحتی فرزندشو از چشماش میفهمه. موضوع بچه است نه؟ بله. آدمیزاد دوست داره بعد از خودش یه عزیزی رو جایگزین کنه تا ازش یاد کنه. این خواسته تو و دخترم دافنه البته که حق طبیعی تونه، اما خب بعضی وقتام اون عزیزو نمیشه به دست آورد. تقدیر دیگه پسرم. درست میگی بابا، درسته. اما ناراحت نباش. خدا رو چه دیدی؟ یه روز چشماتو باز میکنی و میبینی خداوند غافلگیرت کرده و راهی پیش پات گذاشته. اون وقت شما باید قدرشو خوب بدونین و از دستش ندین. برای همینم هست که خدا به ما عقل داده. نصیحت یه پدر همینقدر بود. راستی فقط اینو بدون که پروردگار هر چی بخواد به صلاحمونه. کاری که میخوای انجام میدم. فقط واسه این که من میخوام. آره، نمیخوام اینطوری ناراحت و پریشون ببینمت. دلم نمیخواد دیگه هیچ وقت اینجوری ببینمت. قبول کردنش فقط یه دلیل داره، اونم دافنه است. نمیخوام دیگه اذیت بشه. تصمیم درستی گرفتی پسرم. اون بچه توی این خونه بزرگ میشه و اولاد تو میشه. ایشالله هرچی خیره. باشه، شما هر کاری لازمه انجام بدین، بعد به منم خبر بدین.
آفرین. خدا رو شکر که قبول کرد. خلیل ماشین رو حاضر کن. نصب کردم باید قربونی بدیم. چشم. حالا باید چی کار کنیم آبجی؟ به اون شماره که مامان داد زنگ میزنیم نازلی، یه راهی پیدا میکنیم. بیا اینجا بشینیم. بیا. امر خیر خانم. آره شکر خدا. خب جواب بده پسرم. الو. آقا خلیل خودتی؟ من الیفم، دختر سلطان. ها شناختم. چطوری دخترم؟ آقا خلیل تو گرفتاری بدی افتادی. چی شده؟ ای خدا. نه بابا. چی شده خلیل؟ باشه دخترم باشه. شما الان کجایی؟ آها فهمیدم. بهتون نزدیک. باشه. فقط من یه کار کوچیک دارم اونو انجام بدم. اجازه میگیرم زود میام پیشتون. باشه به همین شماره زنگ میزنم. باشه. چی شده خلیل؟ تو ولایتمون والا یکی بود به اسم درویش علی. میشناسم. دخترای اون بدجوری گرفتار شدن خانم. تو خیابون مونده. بیچاره ها. آره واقعا. خانم میشه بعد از کارمون من بهشون یه سری بزنم؟ حالا که به همون نزدیکن همین الان بریم. خدا ازتون راضی باشه خانم. خیلی سردم آبجی. عزیز دلم بیا. یه دونه. عزیز دلم الان گرم میشی. آقا خلیلم گفت زود میاد. آدم خوبیه، بهمون کمک میکنه. الان میام. باشه شما بشینین من الان برمیگردم. گلم عزیزم جونم. خانم تو شرایط خیلی بدی هن. فامیلی هم اینجا ندارن. نمیدونم چی کار کنم. بیاین. داداش خلیل صدا میزنه. زود باش نازلی پاشو. بیاین ساکتونو بدیم. بیاین تو برو جلو، تو هم عقب بشی. باباشون آدم خوبی نبود. هم مادرشون اذیت میکرد همین تفلکیه رو. میخواسته دختر بزرگه رو به زور بده به یکی. دخترم وقتی گفته نمیخواد بعد به مرگ کتک زده. بقیه‌ش هم میدونین دیگه خانم. مادرشون که تو زندانه. اینا هم تنها و بیکس موندن تو خیابون. ببریمشون خونمون تو کوی زکریا. الان بهتری؟ آره خونشون خیلی گرمه. اما خلیل اینا چه آدمای خوبی هن نه؟ دستشون درد نکنه. هم آقا خلیل هم عفت خانوم آدمای خوبی هن. اما تو دیگه باید بخوابی عزیزم.
آبجی میخوام یه چیزی بپرسم. مامانم آزاد میشه نه؟ آره عزیزم، آزاد میشه. شنیدی که دکتر چی گفت؟ نباید به این چیزا فکر کنی و خودتو ناراحت کنی. باید مراقب خودت باشی. باشه عزیزم. باشه. عزیز دلم بخواب. شب بخیر. شبت بخیر عزیز دلم. شبت بخیر. خب بگو ببینم برای چی اومدیم اینجا؟ میگم ولی آخه از کجا شروع کنم؟ هر جا میخوای بگو دیگه. دایی من انگاری عاشق شدم. چه خوب. کی ها؟ اون دختره بود که تو عروسی دیدیمش. کدوم دختر؟ پسر این دیگه چه جور عشقیه؟ مگه نمیگن عشق همیشه تو اولین نگاه شروع میشه؟ شکسپیر گفته دایی. آره خب گفته. از شوخی گذشته نمیتونم از فکرش در بیام. همش به اون فکر میکنم. عشق یه همچین چیزیه دیگه پسر. خب حالا من چی کار کنم؟ اون اونجاست من اینجا. اتفاقای بدی براتون افتاده، اما ناراحت نباش. هر دردی یه چاره ای داره و هر شبی یه صبحی. من مشکلاتتو حل میکنم. خدا ازتون راضی باشه عفت خانم. چطوری اینو جبران کنم؟ صبر کن. هر کسی مشکلات خودشو داره. منم یه مشکلی دارم. تو هم به من کمک میکنی. باشه، ولی من چطوری میتونم کمکتون کنم؟ همیشه امیدوار منتظر موندیم، سالهای سال. پسرم و عروسم بچه دار نشدن. بچه دارم نمیشن. دکترام همه همینو میگن. از خدا که نباید ناامید شد. البته که میشه، چرا نشه؟ درسته. ایشالله به لطف خدا و کمک تو به زودی صاحب یه نوه میشی. باشه، ولی من چیکار میتونم بکنم؟ تو بچه پسرم و عروسم و تو شکمت بزرگ میکنی. خب شکسپیر عاشق، دیگه بریم خونه. من زن و زندگی دارم. نرو دیگه دایی. ببین بذار یه نصیحتی بکنم، از عشقت لذت ببر. دایی خودمی. شبت بخیر. عفت خانم، از من همچین چیزی نخواین. من نمیتونم. خواهش میکنم، من نمیتونم همچین کاری بکنم. یکم فکر کن دخترم، این به نفع هممونه. به مادرت فکر کن، به خواهرت فکر کن. با کمک تو پسر و عروسم صاحب یه فرزند میشن. زندگی مادر و خواهر تو هم نجات پیدا میکنه. هیچ کس نمیفهمه. مثل یه راز باقی میمونه. بعد از به دنیا آمدن بچه میری دنبال زندگیت. با مادر و خواهرت راحت زندگی میکنین. سرنوشت و خوشبختیه هممون تو دستای توه دخترم.
خب دیگه خسته نباشی، شب بخیر. بفرمایید. خلیل، این دخترها هر چی خواستن براشون فراهم کن. صبح زودم برای آشپزخونه خرید کن. نگران نباشین خانم، خودم انجام میدم. فردا صبح از دکتر وقت بگیر. دختر کوچیکه رو ببر معاینه کنه. منم با وکیلمون درباره مشکل مادرش صحبت میکنم. خانم خدا ازتون راضی باشه. خلیل، کسی نباید از اینا خبردار بشه. به روی چشم خانم، شما نگران نباشین. بفرمایید. یکم فکر کن دخترم، بچه که به دنیا آمد درس تو ادامه میدی. به فکر مادر و خواهرت باش. تو خوشبختی و رفاه زندگی میکنید. خوشبختی هممون تو دستای تو دخترم. من باید چی کار کنم؟ چطور همچین کاری کنم؟ ای خدا، من باید چی کار کنم؟ چطوری این کارو بکنم؟ تمام شد دکتر. نتایج همه آزمایش‌های الیف خانوم خوبه، اما فقط یه مشکلی هست. چی؟ دافنه خانوم. متاسفانه تخمک‌های دافنه خانوم برای این کار ضعیف هستن. یعنی چی؟ متاسفانه تخمک‌های ایشون نمیتونن بارور شن. به همین دلیل نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. باید انجام بشه آقای دکتر. انگار متوجه نشدید. الیف خانوم شرایط مادر شدن رو دارن، اما دافنه خانوم نمیتونن بچه دار بشن. به همین خاطر نمیتونیم عمل انتقال به الیف خانوم انجام بدیم. متاسفم. باید بشه دکتر. انگار متوجه منظورم نشدید. متوجهم. پسر من باید صاحب یه بچه بشه. لازمه دوباره توضیح بدم؟ نه خیر دکتر. ببینید، این بچه باید به دنیا بیاد. یعنی از تخمک‌های الیف خانوم استفاده کنیم؟ بله. اما اون موقع مادر واقعی اون بچه الیف خانومه. میدونم، اما اون نباید بدونه. اما این کار درستی نیست افت خانوم. بدون اجازه الیف خانوم نمیشه. میشه آقای دکتر، میشه. قهرمان، نمیدونی چقدر خوشحالم کردی. منم خوشحالی تو رو میخوام. به سلامتی داریم صاحب بچه میشیم. تو اونو دیدی؟ نه، همه ای کارا رو مامان انجام داد. بهتون معرفی میکنم. دخترمون الیف. قهرمان
خان. شما اسمتون چیه؟ الیف. قهرمان خان. اون دختره کی بود دایی؟ چشمتو گرفته؟ من انگاری عاشق شدم. من خودم زنی که قرار بچه رو نگه داره رو انتخاب میکنم. فقط اینو بدون که پروردگار هر چی که اراده کنه به صلاح. نه 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 نه. چی شده عزیزم؟ نه فقط یه خواب. نه. برو پی کارت دیگه. برو. من چطوری از این خونه برم بیرون؟ دیگه تموم شد. آروم باش. فقط یه خواب بد دیدی. تموم شد. بچه‌مو دزدیدن. خیلی بد بود قهرمان. صورتهای همشون سیاه بود. نتونستم یه ذره مقاومت کنم. بچه‌مو ازم گرفتن. آروم باش عزیزم. نتونستم کسی رو صدا بزنم. ببین من کنارتم. دیگه تموم شد. برم بگم یه لیوان آب بیارم. الان بهتری؟ مراد میشه بیایی دم در؟ بفرمایید خانم الیف. مراد من باید همین الان برم بیمارستان پیش خواهرم. میبخشید خانم الیف. عفت خانم خواستم به هیچ وجه جایی نریم. ببین انگار نمیفهمی. میگم خیلی مهمه. با هم میریم و برمیگردیم. به عفت خانم چیزی نمیگیم. بین خودمون میمونه. نمیشه؟ ببخشید نمیتونم. باشه. این دیگه چجورشه؟ مگه من تو این خونه زندونیم؟ باید برم پیش نازلی. باید ببینمش. یه راهی پیدا میکنم. یه راهی واسه رفتن از اینجا پیدا میکنم. بچم تو بغلم بود. تو نبودی. تنها بودم. بعد یه نفر که چهرش سیاه بود و نمیشد دید اومد. میخواست بچم ازم بگیره. اینقدر زورش زیاد بود که نتونستم مقاومت کنم. باشه دیگه دربارش حرف نزن. خیلی بد بود قهرمان. از اون روزی که رفتیم بیمارستان همینطوریم. خواب به چشم نمیاد. دافنه تموم شد. آروم باش. شاید عوارض دارو هست. ما بچه‌مونو به دنیا میاریم. انشالله. قبل از رفتن یه قهوه بخوریم. باشه. بیا بشین پسرم. بیا. چی شده قهرمان؟ دافنه خوبه؟ یکم بهتره. مامان باید یه چیزی رو بهت بگم. بگو پسرم.
تو این دختره را از کجا پیداش کردی؟ از روستامونه، اهل هاتای. باشه خب، اصلا میشناسیش؟ میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ من پرسجو کردم پسرم، تو نگران نباش. خب الان کجاست؟ فرستادمش خونمون تو کوی زکریا، جاش امن و راحته، مشکلی نیست. قرار بود با هم قهوه بخوریم. الان به آیسل میگم برای تو هم درست کنه دخترم. من جلسه دارم، برم دیگه. خدا به همراهت پسرم. قهرمان، من خیلی نگرانم قهرمان. به نظرت کی خبرشو بهمون میدن؟ اون دختره الان داره چیکار میکنه؟ اصلا کجاست؟ آروم باش عزیزم، مامانم حواسش به همه چی هست. قهرمان، نکنه تو از این کار پشیمون شدی؟ چرا پشیمون شم؟ میدونی چاره دیگه ای جز این کار نداشتیم. ببین من فقط نمیخوام از الان به چیزی دلخوش کنم. بهمون خبر بدن بعد. من میخوام امروز یکم خرید کنم واسه بچه‌مون. انگار نمیتونم جلوی تو رو بگیرم. برای منم یه چیزایی بگیر. اینجوری که نمیشه داداش، دارم دیوونه میشم. آخه چقدر دیگه باید صبر کنم؟ دارم دیوونه میشم، والا دارم دیوونه میشم. الانه که خل بشم داداش، دیوونه شدم، دیوونه. یکم آروم باش بابا، داری خودتو داغون میکنی پسر. دارم دیوونه میشم پسر دایی. چند روزه اینجام ولی خبری نیست. من باید الیفو پیدا کنم، باید بدونم اون دختر کجاست. مگه به این راحتی هاست شهر به این بزرگی؟ یه نفر بین 17 میلیون مقصود. ببین قیصر، اگه 170 میلیون هم باشه پیداش میکنم، آب بشه بره زیر زمینم پیداش میکنم. پاش بیفته دونه دونه خونه رو میگردم. ببین پسر دایی، اگه فقط یه سرنخ گیر بیارم بقیهش خودش حل میشه، ولی هیچی نمیدونم. به همه خبر دادیم دیگه مقصود، همه دوست آشناها دارن میگردن. حالا میبینی یه خبر توپ میرسه. آخه قیصر، من این دختر رو خیلی دوست دارم. دیگه پای ناموس من وسطه.